بگیرن مواد مؤثره گیاهان دارویی رو جدا کنن و در واقع بر اساس مواد یادگیری که براشون آموزش داده میشه میتونن در آینده به عنوان یک ریسرچر باشن یا برای کارهای پایان‌نامه هاشون. بله، این برای نمونه‌های خوب شده گیاه هست. اینها بررسی می‌کنن، بر اساس اون متوجه میشن که این خوب مربوط به چه آموزش داده میشه که اینجوری شناسه. و دستگاه مختلفی داره مثل دستگاه اسانس‌گیری که اینجا هست. این برای اسانس‌گیری از گیاهان. گیاه اینجا تو بالانه، با آب تخدیر میشه، اینجا سرد میشه، توی این جمع میشه، اسانس سبکتر روی آب میرسه، جدا سازیش میکنن و کارهای مربوط به آنالیز رو انجام میدن. دستگاه اسانس. و انواع اقسام ابزارات شیشه‌ای که برای کارهای ما در زمینه تحقیقات گیاهان استفاده میشه برای مصاحبه. اینجا یه آزمایشگاه مشابه اون برم هست اگه تمایل داشته باشید.